از دخترم نپرسیدم. از کی باز با یاسمن شناسایی دارید؟ راستی گپ به نزدیکی شناس شدیم. با کدام واسطه شناس شدید؟ وای، مسئله پیش آمد و ما با یکدیگر. من میبینم. تو ایست. من خودم. آقای مدحت در را باید یاسمن میکشد. پدر؟ سلام یاسمن. میبینم که آمده ای. وعده دادی وفا کن، قول دادی اجرا کن. با اجازت شما باید جواب دهم. یاسمن چه خیلی زیبا شده ای. دور نرو، همه جایست. الو. بله گوش میکنم. درون درا. آخر پدر. درا گفتم. الو. حال بیفلاسی را تازه کردیم. مطمئنی؟ بله، در حال باید بخوریم. نفهمیدم چی گفتی؟ او مرده است؟ شد خاموش کن. خاموش کن گفتم. در این کار سهم تو هم هست. نفهمیدم آید به چی سخن داری. فکر میکنم که کارت برآمده است. رفیق دادستان، ما موضوعی صحبت نداریم. از این کار خودت را خلاص کرده نمیتوانی. در خانه مهمان دارم. مراتبه دیگر بی دعوت نیا. نمیبخشم. رو از اینجا. این کار اینجا به آخر نمیرسد آقای مدحت. یاسمن بخیر است. کی اومد؟ خواطر نشو جوان. تنها مهمان ناخوانده. چه خیلی که آمد همان خیل روانش کردم. و فکر من در وقتی نامناسب آمدم. تو اینجا عیبی نداری. دعوتی ما یک کمی بی وقت بود. خوراک رو بیارم پدر. در آداب میهمانداری خوب نیست، اما من باید روم دخترم. مرا ببخشید. این طور نگویید. من هم باید بروم. دستتون در را نبیند. زحمت کشیدید. چیزی هم نخوردید؟ انشالله مراتبه دیگر. باز بیایید. سلامت باشید. شب بخیر. شب بخیر. مرحمت. من بعد 1 ساعت می آیم. خوب شده است پدر. چه خیلی گل‌های زیبا. اینها از کجا پیدا شدن؟ آخران مراتب در دست تیمور دیده بودم. رفتیم نشه. خواستیم یک شناس شویم و صحبت بکنیم، اما اگر فردا همراه چای بنوشیم چی گفتی؟ فردا؟ موافق نیستی مگر؟ نه، وقتی نصف روزی می شود. شد، قبول است. Halen emrinde 500 korucu ve devletin silahı bulunduğunu anlatan korucubaşı Kamil Atar, 1997 yılında kendisiyle temas kuran ABD'nin ajanlık بچه ها تا حال نآمدند؟ نه، امیر در مهمونی است. شرف و یاشر کجا شدن نمیدونم. انا آمدند. خدایا قوتم ده. بچه جانم خوش آمدی. خوش باشد مادر. شام بخیر پدر. پسرم شرف کجاست؟ امروز به گلخانه نرفتی؟
رفتم پدر. از سحر 1 دقیقه ننشستم. تا حال کار کردم به خدا. آفرین. شرف کجا شد؟ او در گلخانه ماند. نه اومد. درسترش آورده نتوانستم. کارهای بد شد. باز چی شد پسرم؟ 1 مرد اومد. صاحب گلخانه روان کرده است. بعد به آن مرد وکالت داده است. گبزنی او را ببینی میگویی صاحب زمین باشد. گپ را کشاله نکن. شد. گلخانه را میفروختند. کی؟ البته که شرف دیوانه شد. مرد باز گفت که نخریدگر اینجا را خالی کنید. 1 هفته وقت داره. 150,000 یابد خوب. نیابد؟ چی میگویی؟ سردی آقای غنی این خیلی مسکن نکرده بودم. کار زمین را با من واگذار کرده است. با من چنین گفت. شرف آرام شد. شرطنامه نداشتید. مهلت وعده گذشته است. حاضر فروختن میخواهد. نمیفروشد. سرده. اینجا زمین خشک بود. اطراف رو ببین چیکار کردم. با ناخونهایم کار کردم. من به هیچ کجا نمیروم. پس خریداری بکن. من تو رو پیش نکردم. زمینش رو میفروشد. پولش رو ده و گیر. با تو کمک میکنیم. 75% رو نقد میدی. باقیش رو هر ماه. من این مبلغ را از کجا میابم؟ این رو تو میدونی. من آگاه کردم. اگر در 1 هفته خالی نکنی از بولت شکایت میکنم. شکایت کردن گرید. من این زمین را به هیچ کس نمیدیم. شرف آرام شو. بس سکنم. تم شو. رو از اینجا. با آقای غنی بگو که به یگان جای نمیروم. شرف بس. سرده. شکر که من آنجا بودم و شرف را داشتم. وگرنه حالا در شعبه پلیس بود. حالا در گلخانه است؟ بله. بیچاره غمگین شد. نمیروم میگوید. برای آوردن کوشش زیاد کردم اما در تمام شد گفتیم بدترش اومد. خدایا این چی کار است؟ خدایا 1 مرتبه نیتی خیر بکن. خیر گفتن نتوانی خاموش شو. بس است. با دادا هم زن میزنه دوچار؟ بله پسرم، اما جواب نمیدهد. آجا بابی بیام آشتی کردید؟ این فکر از کجا به سرت آمد؟ امروز بیام گفتند. گفت که با چاد آشتی کردیم. با خونه برمیگردید. آجا من با بیام قهری کرده بودم. اکنون آشتی بکنم؟ البته آشتی بکن دخترم. او بیبی تو میشود آخر. با خونه همون برمیگردیم. آچا درست است که به خونه برمیگردیم. باور کنید این بو نمی رود. بوی چی؟ بوی پارو مادر. همه رو سخت عذاب کشیدم. تلفن شرف خاموش است. به امیر زنگ زده رفته شرف را بیارید. بچه بیچاره در حیاتش 1 بار مهمانی رفت. امیر در کجاست؟ 1 دختر او را به مهمونی دعوت کرده است. چه خیلی دختر؟ امیره؟ نبات خانم. شاید خاموش ایستادم. به امیر زنگ زده گوید که بیاید. آخر کاری ضرور است. برای خودم نمیگویم کو. ای خدایا قوتم ده. الو لابای پدر جون. سرم حالا هم در مهمانی هستی؟ نه پدر، اومده ایستادم. خوب با گلخانه باید رویم. چی شد؟ بیا بعد میفهمانم. مایلش پدر جون. آقای خیریدین چی شد؟ خدایا قوتم امیر کی می آید؟ الو یوسمان. امیر ما رو ببخشید که به حرمتی کردیم.
پدرم چنین نمی‌کردم. با فکرم یگان کاری مهمشون بر اومده بود. هیچ گپ نیست، غمگین مشو. بین هم فردا با پدرت وام میخوریم. چی؟ بله. پدرت گفت که این شام ناپره شد. فردا نشسته سر یک پیاله چای صحبت میکنیم. فهمیدم. خوب. باز وام میخوریم. انشالله. تو بزدید. چی میگوید؟ پگاه با پدرم وام میخوردند. پدرم چنین گفتند. خدایا توبه. پدرم چی نقشه داشته باشند؟ نمیدونم. پس از کارهای کرده تیمور خبوتیر شده است. با نفر سلام کنم او را بازپرسی میکند. راست میگویی. با آقای امیر یگان ارتباط نداری. همین خیل نه؟ نشه. این سخنها رو یک طرف ما. پدرم در این بیوقتی در کجا هم؟ نمیدونم. او با ما چیزی نمیگوید. روزهای آخر عجیب شده است. غالب باید که احتیاط کنیم. کارد به استخوان رسیده است. در خانه من آمد. با راننده پدرود گفتیم. با این کارمان دادستان را به تنگ آوردیم. اکنون دستانش در گریبانمان است. یگون ایزی خورد، یگون خطای کوچک هر دویمان را می سوزاند. آدم هایم آگهند. برای یک چند وقت تمامی حمل و نقل را من کردم. کافی نیست. در حال فعالیت هایت را قانونی بکن. فهمیدی؟ آرام باش. الکی وظیفه دار کردم. خیلی خوب. این مراتب تیمور نزدت آید. همه گونه عیبدار کنی را قطعیاً رد میکنی. در اصل تو احتیاط کن. محیط من وسیع است. لازم که شود راهی گریز مییابم. اگر تو فاش شوی مثل موش دستگیرت میکنند. آن وقت پیش راه خیردین را گرفتن نمیتوانیم. پروا مکن. خیردین با دردهای آیلویش آواره و سرگردان است. دردها تمام نشد مگر؟ نباهت خانم از روی قانون نجات یافت. آیلهشان پریشان و پراکنده شدن. نباهتی بیچاره. حالا هم نباهت میگوی غالب. از فکر نباهت خلاص شو اکنون. فکرش مکن. پدر شرف در همین جا باشد. به او گپ داشتم. ما با نزد شرف میرویم. امیر آماده ایستاده است. شرف در کجا است؟ صاحب زمین گلخانه را میفروشد. شرف هم قهرآلود شده برایم میگوید. چی؟ خوش آمدید پدر جان. خوش باشید دخترم. کارهایتان حل شد؟ حل کردیم. یاسمن دخترم یک پیاله شیر بیار. مایلش پدر جان. کنی ببینین باز چند مراتب جست میکنی خالی. چند مراتب. الو آقا غنی. بله شرف منم. شرف با وکیلی من حمله کرده ای مگر عیب نیست؟ آقای غنی مگر کاری کرده ای شما عیب نیست؟ شرطنامه را بیکار کردید. خودتان نمی آید و باز آدم روان میکنید. باید که چونین میشد برادر. احتیاج به پول دارم. من این زمین را نمیدیم. چه خیل نمیدهی؟
در هر پارچه این عرق جبیل ریختم. تر کردنی نباشی، خریداری کن. احمد همش رو گفته است. لیکن مسئلتی ما چنین بود که تا اون وقتی که من خواهم کار میکنم مگر چنین شرط با من نکرده بودیم. الو برای همین روز مهنت کردم، برای همین روز داشتی من همین بود، برای همین روز شرف این کار را نکن. سرده امیر، مانل همش رو میشکنم. این کار را نکن اکا. همه این زحمتی کشیدت حیف میشود. بله حیف میشود. من زحمت کشیدم، جفایش رو من میکشم، صفایش رو دیگران بکشن. شرف خودت رو به دستگیری این کار را نکن. شرف آرام باش، یگون راه میابیم. چی خیل میابیم پدر؟ 150,000 چی خیل میابیم؟ 150,000؟ بیار دخترم بیار. مرحمت پدر جان. تشکر دخترم. پدر جان فردا با امیر واخوری دارید همین خیلی؟ خدا را شکر. دوی مادر علاقه اید؟ نه، پس از رخ دادنی چون این حادثه با او زنگ زده عذر پرسیدم. بله چای می نوشیم. در اینجا میسر نشد با او حرف بزنیم. بله کاری خوب نشد. بد نه، پسری تازه می نماید. کنی شین کنی نقل کن. کی است؟ پدر و مادرش کیست؟ خودش چی کار میکنند؟ پدر جان من هم او رو خوب نمیشناسم، تنها کارش رو میدونم. ای ما هم بدانیم. در امنیت کار میکند، پلیس یعنی کمیسر. پلیس؟ در بین ما چیزی نیست، ما تنها آشنا هستیم. چه خیلی که شما گمان میکنید چونی نیست. ما تنها در رفته کار شناس شدیم. شب بخیر دخترم. از شما هم پدر. کمیسر رفته رفته دختری من به کمیسر دل میبنده. دختری به عقلی من، خانه هم گرفتی اما باز چشمت همان طرف. صبح شما هم بخیر مادر. فریده خانه گرفته در کجا است؟ کی به اونجا میکوچی؟ با شرف صحبت کردی؟ نه صحبت نکردم. چرا؟ گلخانه رو میفروشند، با نرخ خیلی گران میفروشند. شرف باشد این مبلغ رو ندارد. چی هم میگویی؟ فریده خواستگارهای بهترین بودند اما تو رفته بچه باغبان را انتخاب کردی. انتخابم خیلی خوب بود مادر. بی عقل. صبح بخیر. از شما هم بخیر بود. شرف از خواب نخسته است؟ زارای هم خوب نکرد. شرف هم مبالغه میکند. فروشت فروختن گیرد. مگر دیگر زمین نیست؟ چندین سال شد که اونجا کار کرد. سالهای اول شب و روز زحمت کشید، زمین را آباد کرد. آخر در فروش مونده است. چی جای غمگین شدن دیگر؟ زیرا که تو زحمت نکشیده ای و عرق جبین نریخته ای. به این هم درد شرف رو هرگز نمیفهمی. بیا پسرم بیا. گیر چای گرم بینوش پسرم. حالت خوب است که؟ مگر من خوب می نمایم؟ صبر کن پسرم، خودت رو از دست مده. شاید یکان راهی حلش رو میوبیم. مادر شما راهی حل نکنید. اگر راهی باشد هم هرگز دخالت نکنید. از یگان بام قرض گیریم نمی شود.
من با قرض بانک کار نمیکنم. مبلغ اون با ما فایده نمیده. مال و ملک هم نداریم که بفروشیم. خیر شد. خداتون رو خسته نکنید. ما این مبلغ رو یافته نمیتونیم. نباشد چیکار میکنی شرف؟ پرتافته میروی؟ میپرتایم. اما چی خیلی گرفته بودم همان خیر. چی خیر؟ باز خانه نو کوچیدنی بوده. چی خیل خانه؟ با فریده مصلحت کرده که خانه الهیده میگیرید. دختر خانه رو انتخاب کرده است. از یادم کلم برآمده است. شرف شما همراه فریده خیر هر دویتان میدانید. بخیر باشه در این سحر. بیبی جان ما به خونه برگشتیم. چون نکنی بیبی. خوش آمده دخترم. خوش باشید. کنی گذارید. ببینید کی ها آمده. دادا جان. کی ها آمده. دادا جان ببینید ما آمدیم. اکنون همینجا زندگی میکنیم. جاندکی من. هیچ خیلی. خوبم. اشتهایتان به همه. سلامت باشی انگا. خوش آمده دخترم. خوش باشید پدر. خوش آمدید. من نهاری میکنم. من هم میکنم. خوش آمدید. خوش باشید. من باغچه رو به حجرم برم. کمک کنم؟ بابا از اومدن ما خورسان نشدید؟ چرا خورسان نشوم جانکم؟ چخیل شیر بچه؟ خوبم امک جان. چک. در کجا بودی؟ ما رو یاد کردی؟ لیکن ما تو رو یاد نکردیم. خوب هستی شرف؟ از دیروز باز غمگینم. وعده هایی که با تو کردم. وعده ها رو فراموش کن شرف. حالا هم درباره اون فکر میکنی؟ فریده خیلی ناچار موندم. دست و پایم بسته شد. میدونم. من هم دیروز رفته خانه گرفتم. برای اجاره 300 لیره دادم. بعد؟ پدرم خبر یافته. خیلی غمگین شده است. شب درست فکر کردم که اگر رویم ناحرمتی می شود. من هم برای پدرم غمگین شدم. فریده تو همسری خوب هستی. من نمیدونم که به تو لایق هستم. بیا با پایان میرویم. مایدش. باری دیگر خوش آمدید انگا. رحمت امیر. ساعت 12:30 در چایخانه کملیکا. با خیر است پسرم. با شما چی شد پدر؟ با من چیزی نشده است. برعکس با تو چی شد؟ هیچ چیز پدر جان. اما کارها خوب است. مسئله دلدهی باشد حلش بسیار هم مشکل است. بله مرا فهمیدید پدر. چیزی گفتن میخواهم اما نمیدونم چی گویم. این خیلی باشد مگو. کاری که تمام است مگو. وقتی که هوشت را یک جای کردی من برای گوش کردن اومدم. تشکر با پدری که مرا میفهمد. چی شد؟ رقم های تلفنی امیر رو پرسید پدر. خدایا توبه چی کار میکرده باشد؟ با فکرم زنگ میزند. امروز وا میخورند. این طور گوید بخیر باشد.
شرف ایستا یک جا میرویم. صبر کن. در حال خودت رو از دست نده. درد بزرگ باشد خدا بزرگتر است. تو بازدید فریده. شرف خودت رو به دست گیر میلش. اگر نشد از اونجا برو. البته میبرایم، اما سوزانده میبرایم. قاتل به شعبه پلیس در آمده یگانه نفری که شاهدی میداد کشته است. این چه خیلی میشود رفیق دادستان؟ چرا این را از من میپرسید رفیق مدیر؟ باز کی را پرسم؟ راننده را تو دستگیر کردی، بازپرسی را تو آغاز کردی، در نظارت خانه تو نگاه داشتی. اما پما ندارد رفیق دادستان. سال هاست که ما دنبال شاهد میگشتیم. این مرد برای ما سرچشمه یگانه بود. من هم برای همین به نظارت خانه آوردم. راننده را گرفته در نظارت خانه محکم کردی و چرا انتظار شدی؟ در یک روز خاموشش کردند. از برای تو من هم در بلا میمانم. ما ثبت خاموش کننده را داریم. تنها ثبت نه، شخصیتش هم هست و حتی جسدش نیست. چی؟ 1 ساعت پیش در نزد ساحل جسدش را پیدا کردند. با یک تیر کارش را خاتمه دادند. بلا زند. این آدم کیست؟ در پس این کار کی هایند؟ رفیق دادستان من همین را دانستن میخواهم، اما از برای تو شده زحمت چند ساله همون برباد رفت. باز از نو شروع کنیم. با کی کار کردن راننده معلوم شده است. در حال بازپرسی را آغاز میکنم. با چی تکیه میکنی؟ با تخمین های زیاد؟ با گفته های زیاد؟ در دست بیانات قسم خورده داری؟ شاهد داری؟ دیگر هرگز کار پلیس را مکن رفیق دادستان. کی را باید تعقیب کرد، کی را باید بازپرسی کرد، با کی سر و کار داشت، چه خیل معامله کرد، اینها را با خواست قرار داده نمیتوانی. من نمیگذارم که مهنت چندین ساله را برباد دهی. من یک طرف، تشکیلات تو را هرگز نمیبخشد. میفهمم. مایلش روزتون بخیر. کمیسارم چی شد؟ قصه دراز است سلیم. برای برادرم مبلغ بسیار لازم است. به بانک زنگ زدم. یعنی قرض گرفتنی هستی؟ گرفته نمیتوانیم. فایز قرض خیلی بلند است. خدا مددگارتان بود کمیسارم. تشکر. همسری مردی رو که آوردیم بازپرسی کردی؟ یک جای میرویم گفته شما رو انتظار شدم کمیسارم. نباشد یا زودتر میرویم. باز با نفری وخوری دارم. تا اون وقت تمام مایلش کمیسار انشالله. تشکر خدیجه. خوب گوییم و خوب شویم. من به تو گفتنی بودم که زمین های در تیره انیگل فکری فروختن زمین رو ندارد مگر؟ دخترم با پول خیلی احتیاج داره. تو هم یک بگو. به خالای نباید لازم شده است بگو. میلش دخترم. خیلی تعجیلی است، فراموش نکنی باز. بعد به من خبر ده. سلامت باش. به خاله هم سلام رسان. برای شرف؟ بله، برای نجات گلخانه شرف. خیلی خوب میشد اگر خاله هم زمین ها رو میفروخت. خالتون وفات نکرده بود مگر؟ چی ارتباطی دارد؟ او دیگر خاله هم بود. سلام خاله مقبوله. دخترم کودک هایت را گرفته بر آمده ای؟ همین خیل شد. ببخشید بی خبر بر آمدم. شما خوب بودید، نخواستم که بیدار کنم. امروز ها همین خیل شدم دخترم. خوب که کردم به زور میخیزم. بیمار نیستی دختر؟ نه شکر خوب هستم. تو به خانه‌ات برگشتی مطمئنی؟ دیگر چاره نداشتم. برای همه خدمتایتون تشکر. حقتون رو حلال کنید. حلال بادا دخترم، حلال بادا. در خانه جایت دیگر بود.
جانان خانم هم کار را آغاز می کند او هم می رود. زود خبرم گیرید. فرزندهایت را هم بیار. البته می آرم، البته. خدا حافظ. خدا حافظ. الو؟ رفیق میدهد من جانان دیروز برای کار صحبت کرده بودیم. با یادم آمد خانم، گوش میکنم. میخواستم دونم که اگر در خانه باشید می اومدم باز میبینیم گفته بودید. جانان خانم حاضر یک واخوری رفته ایستادم. پس از نصف روزی میشود اگر شما موافق باشید. البته آقای میدهد. پس تا بعدی نصف روزی. آقای میدهد به دست جانان افتادی. دارایی اوه خیردین خوش آمدی دوستم. خوش باشه شفق. مرحمت بفرما. بخیر است. کدام شمال ها تو رو به اینجا آورد؟ جای کار میکابم. میخواهم کار کنم. کار؟ سلام جوان مرد. سلام جناب، بفرمایید. خوش باشید. میزی خوب انتخاب کردی. تشکر. مرحمت شین. اپا سرم چرخ زد. میبخشی جانکم. وا خورده باشند. پدرم قول دهد اجرا میکند. به فکرم وا خوردند. اما چی میگفته باشند؟ ای انسان عاشق که شد همین خیل میشود. من عاشق نیستم. بیهودگویی نکن و درسایت را خون. با یاسمان کمی صحبت کردم. در کدام موضوع؟ درباره تو. امیر فرزندم، پسری تازه می نمایی، اما یگم خطا کردم اگر؟ نه، چه خیلی که می بینم نیتتان جدی نیست. آقای میتحت، من با یاسمان به نزدیکی شناس شدم. حاضر مناسبت های من تنها دوستانه است. من هم نمیخواهم که دخترم دوستی پسری داشته باشد. تمام و سلام. یعنی این حکایه تازه بودن دوستی را به آخر رسانده. با یاسمن ملاقات هایت را من میکنم. شرف خیلی غمگین است، اما کار کرده نمی شود.
ما اون مبلغ را جمع کرده نمیتوانیم. راست میگویی این مبلغ را از کجا پیدا میکنی؟ اگر پیدا کرده میتوانستم هیچ گاه به نزد تو نمی آمدم. 75,000 لیر. شرف یک چند مدت بیکار میماند. برای همین برای خانه کمک لازم است. بعد سالهای دراز مطمئن هستی که کار کرده میتوانی؟ برای حمایت عائله بعضن فداکاری لازم است. زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. درست. برای فرزندهایم همه کار را میکنم. شکر که حالا هم قوتم هست. خب چگونه کار میخواهی؟ نمیدانم. شاید به یگان نفر محافظ میشوم و یا مسئولی بیخطری یگان شرکت. چه کار مناسبی که باشد؟ میلش، من از یار و رفیقها پرسان میشوم. تشکر شفق. سرمان به درد آید نزد تو میآییم. تو هم رد نمیکنی؟ خدا از تو راضی باشد. این طرف مگو خیردین، خواهش میکنم. میخواهی که من در گلدان اونم زیرشان پارو بذارم؟ نه نمیخواهم. یه دیگر چی کار کنم؟ بسیار باشد کار میکنی. چی شد؟ بسرت یگان سنگ افتید؟ من برای تو چی کاری که کنم هم فایده نداره. سلام راهبر. چی خیر راهبر پینار؟ چی راهبری هم مانده است؟ باید که با شما صحبت کنم. بخیر است؟ شرف، من ماشین خریدنی بودم. بعد؟ خیلی شد که مبلغ جمع میکردم. حالا 25,000 جمع شده است. بعد؟ همه مبلغ رو آوردم برای گلخانه. پینار از تو کسی مبلغ طلب کرد؟ شرط نیست که طلب بکنید. من نمیخواهم که گلخانه رو از دستتون دیگر کس بگیرد. لیکن دیر میشود. میدونی که این مبلغ رو گیرم کفایگی نمیکند. به خودت بمان. نمیخواهم. من هم نپرسیدم که میخواهی. کم هم باشد من حق دارم. چندین سال با هم کار کردیم. این زمین از ما است شرف. از یک حصه‌اش رو در خزینه موندم. باقی مونده‌اش رو هم پیدا میکنیم. نمیتوانم. در این زمان کسی مرغ را نبیند تخم نمیدهد. پینار اینجا رو خالی میکنیم. تو هم وقتی رفتن معاشت را میگیری. آن چیست؟ از کجا برآمد؟ شما ما رو تعقیب میکنید؟ نه، گذشتم که دیدم. اینها رو در روزی تویت نداده بودند؟ بله، از روزی تویم باقی مونده است. اینها رو میفروشم. به شرف پول لازم است. برای گلخانه؟ دخترم 75,000 لیر لازم است. به طلای تو یافت میشود مگر؟ قطره قطره عاقبت دریا شود.
خدایا تا حال صحبت داشته باشند. خوش آمدید پدر. خوش باشید. چی؟ هیچ. چی شد پدر جان؟ با امیر وا خوردید؟ حاضر زنگ زده بودم. بعد؟ جواب نداد. آفرین. مرد بوده است. چرا؟ زیرا واخوری هایتان را منع کردم. چرا؟ چی شد که؟ کمی درونی دلش را گوش کردم. هنوز نیتی آیله داری ندارد. لیکن بس پدر است. یاسمن، تیمور احمق همین خیل آغاز کرده بود، عاقبتش را دیدیم. باز همان حیات را نه خودت ببینو نه به ما بده. البته که نمیخواهم چنین شود. پس قرارم را احترام کن. اگر چنین کردم پس چیزی را میدانم. اینقدر غمگین نشو. در اختیار من نیست. دیگر چیزها را فکر کن. چیزهای خوب را فکر کن تا کمی آرام بشوی. اگر عوض پیشم من این سخنهای بیهوده را تو این را فهمیدن نمیتوانی. پدرم هم چنین گفت. تو را نفهمیدم. من مثل تو عذاب نکشیدم. برای همین راست میگی. میدانی که در هر نگاه حیران تو میمونم. چی با این خاک و حشرات کار کردنت رو میبینم. من هیچ وقت چنین نشدم. هیچ چیز را صاحبی نکردم. آنچه که از دست دادم غمگین نگردیدم. شما برای این آدم ها رو بیغم میگویم. هر چی که میگویم بگویم. تو را نگاه میکنم و غمگین میشم. با تو هم تاثیر کرد. برادر مرا چی فکر کردی؟ ما هم دل داریم. ما هم غمگینیم. هیچ نباشد کوشش میکنم که بفهم. اپا التماس آهسته. ببخش جانکم. خودت رو اینقدر غمگین نکن. غمگین نیستم اما خیر چی؟ پدرم چرا چنین کردن؟ دیشب گفتن که امیر را دوست داشتم. حالا باشند؟ شاید آقای امیر یگان سخنی گفته باشد. شاید. ببین اون کس هم نیت جدی نداشتند. با توصیه دهنده ها صحبت کردم جانان خانم. چی ها گفتند؟ در کجایی که کار کرده ای از خود نامی خوب گذاشته ای. در بارت سخنهای خوب شنیدم. سلامت باشند. دائما با آدمانی طبقه بالا کار کردم. چه خیلی که گفته بودم ما از طبقه بالا نیستیم. حتی یک عائله عادی مقرری هستیم. اگر با ما مناسبتی خوب به دست آری ما هم زید نیستیم.
من هم در آغاز کردن کار مانع نمیبینم. در آخر میخواهم یک چیز را خاطر رسان نمایم. مرحمت. در آدمی زاد چند صفت را دوست نمیدارم، اما مرا از همه زیاد کنجکاوی ناراحت میکند. میفهمم. کنجکاوی و غیبت. از این دو صفت چی قدره که دور باشد همان قدر یکدیگر را میفهمیم خانم. جناب خواطر نشوید، این خصلت ها در من نیست. خوب نباشد. پس فردا اشیاهایت را گرفته بیار. مبارک شود. تشکر، برای هممون مبارک شود. خوش آمده دادا جان. تو جانکی من. پسرم یگون پیشروی هست. مبلغ یافتید؟ ها یافتیم. نمیدونیم از کدامش گیریم. از کجا میابیم مادر؟ در کوچه پول تقسیم میکنن. مادر از در ندر آمده شما هم چی کار کنم؟ خواطر میشوم. امک جان به دادم چی شده است؟ چرا کارالو شده است؟ نپرسید بچه ها. گلخانه رو میفروشند. جای کاری دادم رو؟ بله، مبلغی کلان طلب میکنن. البته که ما نداریم. بعد چند روز ما رو از آنجا پیش میکنن. پسرم تو به این کودک چی نقل کرده شده ای؟ حرارتت بلند شده است؟ پدرم به کار مونده. جا نکنی من، حاجت غمگین شدن نیست. پدرتان چارش رو مییابد. رفتیم. خدایا به من قوت ده. Tarihte 50 kilo yaşayan canavar ahtapotların saldırdığı yazılıdır. Belki çok daha fazlası. 10 metrelik kollarıyla canavarsı ahtapotların kayıtları 50 yıldan öncesine dayanır. Peki ama neden? Bu suların bu tür için bu denli çekici kılan nedir? Ve دخترها بسیار خرید کرده اید. چیزی که نبود خریدیم پدر. فهما از این پس شما خرید کنین نمی روید. چرا؟ با بیرون رفتنمون رو هم اجازت نمیدهید؟ نه یاسمن، خدمتگار می جستم یافتم. پگاه کارا سر می کنم. اوه شکر خدا. زنی که دیروز آمده بود همان کس. Burada besin zinciri göklere kadar yükselir. Ve ot adına uyar. Tarihte 50 kilo yaşayan canavar ahtapotların saldırdığı yazılıdır. Belki çok daha fazlası. الو گوش کن، کار دادستان رو حل کردم. چی؟ او را هم؟ نه دوستم، همه دلیل ها رو نابود کردیم. چند مدت کاری کرده نمیتواند. خب دادستان را از بازی برآورده باشیم، پس دنبالمان تنها خیریدین میماند. او را فکر مکن، خیریدین دنبال درد حیات است. باز چه شده است؟ او کار میکابد. گلخانه فرزندش را به فروش برآوردند. خوش آمدی پسرم. خوش باشید پدر. شرف این رو گیر. این چیست؟ پدرم روزی تویم توفه کرده بود. فریده این رو چیکار میکنم؟ با 2 گرم طلا مسئله حل نمیشود. مایلش آخر، اما شما این رو گیرید فروشید. چی قدری که باشد فایده است. قطره قطره جمع شود دریا شود میگوید. شرف خدا بنده اش را کم ریسک کند هم ولی بی ریسک نمی کند. من هم با بانک زنگ زدم نشد. فایزشان بلند. من هم به 10 زنگ زده بودم نشد. غمگین مباش شرف.
لازم شود من هم کار میکنم. در این وزنینی حیات هم امانیت شما هم کار میکنید؟ پدر شد بس. موضوع رو عوض کنید. یاسین چی شد؟ یاسین چرا این را شکستی پسرم؟ پسرم چی کار کردی؟ دادا ببینه در اینجا پول بسیار است. این را هم گیرید پدر جان. تشکر عزیزم. کودک ها رو نگاه کن. برای بد ندارن. کودک ها رو نگاه کن. از تو خواهش میکنم. صاحب کن با کودک ها. من تهمت کردم تا اینکه زندانی شود. تو کردی؟ تو کردی؟ من؟ بله من. خیریدین برای دوستداری تو همین کار را میکرد؟ نمیکرد. زیرا که خیریدین مرد است. کسی رو از پشتش کار نمیزند. تو مگر مردی؟ شب بخیر. یاسمن، میدانم که باطناً از من رنجیده ای، اما باور کن من درست رفتار کردم. پدر درستش کدام هست؟ حتی از من نپرسیده با اون نفری که احترامش میکردم بخوریم رو من کردید. چرا یک مرتبه از من نپرسیدید؟ دخترم درستش همین. معلش پدر حق هستید. درستی رو تنها شما درک میکنید، اما از کارهایتان من شبهه میکنم. امیر لابا ینگا، از درد زیاد فراموش کردم که پرسم به خونه یاسوما رفته بودی یا اینکه نه؟ رفتم ینگا. آها. حتی امروز با پدرش بخوردم. بعد؟ هیچ. پدرش بخوریم رو من کرد. چرا؟ در اصل سلام مردم. در این به وقتی شب چی صحبت دارید؟ خدا نگهبانتون. شما رو هم. خدایا توبه. گویا که یگان سخنی بد گفته باشم. شرف جانکم. شرف در جایگاهت خوب نمی کنی. در همین جا خوبت برده است. همینجا خوب است. مایلش من میبرایم. اپا با پدرم قهر کرده اید؟ نه. پس چرا گپ نمیزنید؟ زیرا که موضوعی صحبت کردن نیست. درس‌هایت کی سر میشود؟ اگر دیر کنی من تو رو برم. نه نمیخواهم.
با شما رفتن میترسم. یگان تاکسی گرفتم میروم. جانم را در خطر نمیگذارم. خودت میدونی. من شیرینی رو پختم. تنها آش مونده است. بعدی اومدنم اون رو هم میپزم. کجا دخترم؟ کار دارم. تو با این کلینت کاری زیاد داری نباهد خانم. کاری زیاد. مادر رفته ایستاده؟ میروم فریده جون. به خونه نوی افتادم. به خدا اون رو خانه گفتن عیب است. قصر گویم می شود. مبارک شود. تشکر دخترم. خیر مادری خوشراکی من، برای من برای کار گویید. تو چرا با شرف نرفتی؟ مبلغ جویی میروم. چقدر مبلغ؟ با تو میگویم چقدر مبلغ؟ برای گلخانه 50,000 لیره. از کجا میاری پسرم؟ تو پول نداری که تا گلخانه بروی. خدایا مادر من دوستان زیاد دارم. مسخره کردن گیرید. میلش من رفتم. پسرم با کجا میروی؟ با کی؟ بچه ها همه با یک آواز میگوییم. اثر نو. خوب شد صفای اسمان. ایست. بله دوامش؟ نکن. چرا نمیکردم؟ چون که درخت و خونه مایند. نمیگذاریم که او رو ببری. یاسمن خوش آمدید. اپای خوش فریده باشی. بچه ها رو ببینید. واه شما چقدر زیبایک شده اید. بیایید بچه ها آماده شوید. یک بار دیگر سرود رو خوانید. می توانید آغاز کنید. دانه به نیهال نیهال به درخت به جنگل مو بدل میگردد مویان در جنگل. یاسمن امیر یک سخن گفت درست است؟ چی گفت؟ پدرت با خوریتون رو من کرده است. بله اپا. برای چی؟ میدونید پدرم فکر میکرد که با امیر محبت دارم. حالا باشد میگوید که نیت امیر جدی نیست. جانم خانم به خانه نوتان خوش آمد. شما هم خوش باشید. در اصل امیر چنین آدم نیست. در حقیقت تا امروز من باری ندیدم که با دختر بازی کرده باشد. اپای فریده به این هم در بین ما چیزی نیست. اگر راستش رو بگویم یاسمن چی مناسبت داشتنتان رو من هم نفهمیدم. خسته نباشید. خوش آمدی امیر. برای اجرای نقشه نزدتان آمدم. چی باید کرد؟ برای نمایش صحنه مؤلفی لایحه باید به شعبه پلیس رفته خود را به قید گذارد. لایحه از یاسمن است. پس خانم یاسمن اگر وقتتان باشد یک جای روید. مایلش میرویم. رادیو رو مونید. جانان خانم بیگانه‌وار نشینید. اکنون اینجا خانه شما هم هست؟ تشکر.
من میبرایم. در آخری راهرو اتاق شماست. چه قله که میخواهید جا بگیر. خدا حافظ آقای مدحت. نوبتی دوشت جونم. به مثل خانبان در آمدی که میدوند شاید روز خانومی خامه شوی. امیر، آیا تو این کار را برقصد میکنی؟ ببخشید. گوش کنید مرا. اول خودتان را احترام کنید، وگرنه با شما دیگر خیر رفتار میکنم. برویم یاسمن. وای وای، حالا میبینی. غلام حلقه برگوش، نباهت خان تازه بکن. کلینی محترمت سیرو گشت کنه. تو این جای ها را تازه بکن. الابای. منم غالب. چی میخواهی؟ در پایان کوچه انتظارم. مهم است. مرا گوش کن. تمام؟ تمام. تشکر زیاد. نمی ارزد. یاسمن. امیر. شاید یگانجا نشسته صحبت کنیم. مایلش. تو دیوانه شده ای مگر؟ چرا اینجا آمدی؟ خیردین تو رو در هوا میکوبد. تو میخواهی که در زمین یابد. پیش کاری میشده و مرگ را گرفته نمیشود نباهد. چی میخواهی؟ چیزی نمیخواهم. بعد؟ یک چند خبری اویلویت را شنیدم. با کار اویلوی ما چی کار داری؟ خبرهای اویلوی ما رو از کجا میشنوی تو؟ از کجا میشنوی؟ فرض کن که پرنده ها گفتن با پول احتیاج داری نباهد. با تو چی؟ چی قدری که باشد من حل میکنم. من آن خطا رو یک بار کردم. آن رو هم برای از دست نرفتن خانه کردم. به در و خانه نمونم گفت از ناچاری کردم. و هرگز دوباره تکرار نمیکنم. نباهد. این مراتب برای تو نمیکنم. برای خیر دین. همه ثروتم را هم کم است. درست گفتی. پرداخت کرده نمیتوانی. چقدر پول لازم است؟ 50,000 در کار است. کی لازم است؟ باور کنید وقت هم نمانده است. دیر 3-4 روز. حال میکنیم و چرا در گرو میگذارید؟ نفهمیدم. چه خیل گرو؟ شیر بچه، مگر من صدقه میدهم؟ تو گروت را نشان ده، ما هم دل پر شده با راحت خواب کنیم. در این زمان هیچ کس را باور کرده نمی شود. به خدا در اصل یگان چیزی ندارم با گرو مونم. خوب فکر کن، شاید چیزی داشته باشی. خانه، زمین، ماشین. لیکن هست یک خانه. خانه کهنه. اگر فکر کنی همش به خاطرت می آید. غالب، با پول وجدان رو تازه و خاموش کرده نمی شود. غالب، آن عذاب گریبانی تو رو سر نمی دهد. تهمتی که به خیر دین کردی چون سیاهی تو رو غرق کرده می کشد. هر چی کردم برای تو کردم نباهد. گفته های تموم شده باشد من میرم. مرا از همین رقم میابی نباهد. خواهش میکنم هر وقتی که میخوای زنگ بزن. آمادم که دستگیری کنم. غالب زیر پا راه مگرد. خیر دین تو رو بیند مثل حشرات مجق کرده میکشد. دانستم.
غالب.